دیگه که باید بفهمیم شاگردای عزیزی است که تعریف یک بیان بفهمیم. بیان چیست؟ هر جمله خبری را ما به نام بیان یاد میکنیم. هر جمله که بر ما خبر برسانه او را چی میگیم؟ بیان میگیم. بیان چیست؟ هر جمله خبری یک بیان است. وقتی من یک قضیه را بر شما خبر میتونم، امروز هوا سرد است، این یک خبر است و این یک بیان است. احمد امروز به صنف نیامده است، این یک بیان است. صحیح است؟ ولی یادتان باشه هر جمله یک بیان نیست. جمله میتونه پرسشی باشه، میتونه تعجبی باشه. درست است؟ همیشه بیان نیست. تنها بیان جمله ما وقتی بیان است که به شکل خبری بیان شده باشه. اگر من از شما پرسان کنم آیا احمد به صنف آمده است، این دیگه بیان نیست. این جمله چی شده؟ پرسشی شده. خب یک جمله خبری به نام بیان یاد میشه که نتیجه آن میتونه به درست یا نادرست بیانجامه. صحیح است؟ حالی هم یادتان باشه که هر بیان درست نمی باشه. بیان میتونه اشتباه باشه، میتونه درست باشه. فهمیده شد؟ من مثلا میایم صنف هنوز خوب دقت نکردیم، من میگم احمد به صنف نیامده. فرض مثال پدرش پیش صنف آمده، پرسان میکنه احمد آمده، من میگم احمد نیامده، اما احمد دستش بالا میکنه میگه ما آمدیم. جمله میتونه بیان ما درست باشه، این میتونه نادرست باشه. خب حالی گوش کنین، هر جمله نمیتواند یک بیان باشد. یک جمله میتونه پرسشی، امری میتونه باشه. برو نان بخور. صحیح، گرچه در ادبیات گفته میشه که لطفاً در اول شما بگوین لطفاً برو. میتونه یک جمله تعجبی باشه. او خدایا این چطور شد؟ تعجبی باشه، جمله تعجبی. یا میتونه خبری باشه. بنابراین ما از شما سوال میکنیم 69 آیا هر جمله یک بیان میباشد؟ بیان میباشد و چرا؟ شما میگین نخیر نمیباشد، میتونه که پرسشی باشه، تعجبی. سوال 70. آیا هر جمله خبری درست است؟ شما میگین نخیر، میتونه درست یا نادرست باشه. صحیح است؟ حالی شما یک گپ یاد بگیرید. اگر یک بیان ما به پی یاد کنیم، بیان به چی؟ پی. طرز نوشتن از این بیان برای درست بودن ترو یا درست به این ترتیب است، برای فال یا چی؟ فالس یا دروغ یا غلط یا نادرستش به این ترتیب. اینی درست بودن نشان میده، این نادرست بودن نشان میده. بنان سوال 71 درست و نادرست بودن جمله خبری را چطور نمایش میدهند؟ اینا به این طور ما میتونیم که جمله را نمایش بدیم. خب این گپ هم که فهمیدیم، یک چیز دیگه هم که در کنکور سوال آمده میخوایم براتون بگویم. یادتان باشه که برای نفی کردن یا رد کردن پی از اینی علامه استفاده میکنیم. این در حقیقت نفی این است. صحیح شد؟ به خاطر نفی پی از اینجا ما استفاده میکنیم. اینی رابطه در کنکور سوال آمده دوستای عزیز. حالا شما دقت کنین. گفته اگه اینی طرف بیان درست باشه، خب اینجا اگه گفته پی باشه، اینجا منتفی پی باشه، نفیش کنه. گفته کدام درست است؟ اگه اینجا ترو بود شما اینجا را فالس بگیرین، غلط بگیرین. اگه غلط باشه خیر منتفیش چی است؟ درست است. صحیح؟ نفی به این معناست که جمع نمیشن، یکی دیگه خود چی میکنن؟ رد میکنن. نفیه بان تو براتون مثال بتم. نفیه اینی مانا را میده. اگر یا شب است یا روز. خب اگر شب است روز نیست، اگر روز است شب نیست. یا یک انسان زنده است یا مرده است. نمیشه هم زنده باشه هم مرده، نمیشه نه زنده باشه نه مرده. یعنی دو جمله نفیه، نه جمع میشن نه رد میشن. یک فرق بین تناقض و نفی است. در تناقض دو چیز جمع نمیشه، اما نفی میشه، رد میشه. چی معنا؟ به این معنا مثلا ما فرض مثال یک توپ داریم. این توپ یا سیاه یا سفید، یا سیاه یا سفید. جمع نمیشه هم سیاه باشه هم سفید. ولی نفی میشه، نه سیاه نه سفید، یک رنگ دیگه است. ولی در جمله منتفی طور است که نه جمع میشه نه رد میشه. یک آدم یا زنده است یا مرده. ایتو نمیشه هم زنده باشه هم مرده، ایتو هم نمیشه نه زنده باشه نه مرده. خیر در این صورت ای همیشه ضد هم دیگه است. امیر در کنکور آورده
مثلا خانه خالی مونده، گفته اگه ای تی باشه ای چی است؟ ای اف است. اگه ای اف باشه ای چی می باشه؟ تی می باشه. درست است؟ خب 72 نفی پی را توسط یا بیان توسط چی نشان میدهیم؟ این توسط زبر پیا به ترتیب منتفیش. قبول است انشالله؟ خیر ببینید شما. عالی گوش کنید. گوش کنین دوستای از ناظرین، اینجا براتون یک مثال داده. گفته جدول صحت را برای بیان مسکا شاگرد صنف دهم است. این اگه پی باشه مسکا شاگرد صنف دهم است. این بیان ماست. پیس یک بیان است. گفته ای را شما در جدول نمایش بتین. گفته اگر ما مثلا بیان ما درست باشه به پی تی میگیریم، اگر غلط باشه پی اف میگیریم. صحیح است؟ اگر خودش درست است منتفیش چی می باشه؟ غلط می باشه. سعی کنین اگر پی درست باشه مسکا شاگرد صنف دوم است، خیرینی چی گپ است؟ غلط است. و اگر خود از این غلط باشه باز این چی می باشه؟ درست می باشه. خیر جدولش بینمی ترتیب نشته می کنیم. اگر مسکا شاگرد صنف دوم درست باشه، خیر ای که شاگرد صنف دهم نیست غلط است. اگر غلط باشه که مسکا شاگرد صنف دهم نیست، منتفیش باز چی میشه؟ درست میشه. صحیح شد انشالله؟ به این ترتیب ما جدولش میتونیم که نوشتیم. شاگردای از نازنین، چون ما وقت بسیار کم مونده برای ختم ساعت، شما دقت کنید. ترکیب بیان ها اگر دو بیان پی و کیو داشته باشیم، ترکیب پی با اینی علامه، این علامه واو، علامه عطف است. ترکیب عطفی را میگیم، واو منطقیات میکنیم. صحیح اینی و خوانده میشه پی و کیو، پی و کیو. درست است؟ به معنای و به کار رفته. اگر این ای شد و صحیح شد. اگر ای تو یک علامه داشته باشه پی و کیو به نام ترکیب فصلی یاد میشه. درست است؟ یعنی علامه جدایی به کار برده میشه، یعنی یا خوانده میشه پی یا کیو، پی یا کیو. خیر ببینین اگر ترکیب ما به این ترتیب باشه، درست است؟ این ترکیب مشروط میگیم به اساس یک شرط، یعنی پی پس از کیو خوانده میشه، یعنی به اساس از اون شرط یاد میشه. در حقیقت یک شرط بر ما نشان میده. اگر ایت یک رابطه داشته باشیم کمی رابطه گک چی باشه؟ دو طرفه باشه. این به نام مشروط دو طرفه یاد میکنه. درست است؟ خب تا اینجا ما شما فهمیدیم 4 تا علامه را و یا مشروط یک طرفه و مشروط دو طرفه ما داریم. خب حالا شما گوش کنین. گفته اگر پی و کیو مشروط باشن به این ترتیب شما جدول بیانات از اینا رو چی کنین؟ ترتیب کنین. حالا شما دقت کنین، من همین جدول بیانات پی و کیو را بر شما یک توضیح بدم. دقت کنین اگه اینجا پی داشته باشیم کیو داشته باشیم، اینجا پی و کیو داشته باشیم، پی یا کیو داشته باشیم، پی مشروط یک طرفه داشته باشیم با کیو و پی مشروط دو طرفه داشته باشیم، شما زنده باشین. عالی گوش کنین دوستای از نازنینم. خب عالی اگر پی درست باشه کیو هم درست باشه، ای هم نتیجه چی میاد؟ درست میاد. ای هم درست میاد، ای هم درست میاد، مشروط دو طرفه هم درست میاد. درست است؟ خب بله ای برای چی بود؟ ای برای آلت مساویش بود، برای آلت و بود، برای آلت و. خیر ببینین عالی برای آلت یا میگیریم. صحیح است؟ اگر پی درست باشه درست است، کیو غلط است. یا پی درست است یا کیو یکیش. خب این آفرین، یکیش چون غلط است یکیش درست. اگر اردوش ما یک جان دیگه ش غلط میشه. خب این درست است یاس قبول، و این یکیش که غلط است دیگه شما امرای خود مشروط به اوست غلط ثابت میکنه. عالی برای چی؟ برای مشروط کار میکنیم. اف اگه غلط باشه خیر مشروطش چی است؟ درست است.
خیر وایش غلط میشه. یا چی است درست است برش، مشروطش یک طرفیش درست است اما دو طرفیش چی میه غلط میه. و بالاخره بر مشروط دو طرف اگه غلط باشه ایام غلط میه ایام غلط میشه. این ترکیب هم در حقیقت غلط است ولی این میتونه چی را بر ما نشان بده؟ صحیح را بر ما نشان بده. خب حالی گوش کنین دوستای از نازنینم، یک موضوع دیگر هم شما دقت کنین. یک سوالش از چندم؟ 73. شما و یا مشروط یک طرفه، مشروط یک طرفه شما هستید امتیانو، مشروط یک طرفه و دو طرفه را توسط علامه نشان دهید. حالی گوش کنین، ما اگر یک بیان داشته باشیم که بیان مایی باشه که 2 جمع 4 مساویش به 6 و مربع عددی که منفی باشه کیو باشه، مربع عددی که منفی باشه. شما میفهمید که مربع یک عدد منفی نمی باشه. حالی از ما و شما جدول نتیجه زیر خواسته. شما دقت کنین دوستای عزیز، شما امیر دقت کنین. خب پی درست است، 2 جمع 4 چی است؟ 6. اما کیو مربع یک عدد که منفی بیه غلط است، مربع هیچ عدد منفی نیست. منتفی پی چی است؟ غلط، به خاطر که خود پی درست است. اما منتفی کیو چی است؟ درست، چون خود کیو چی است؟ غلط است. خب پی و کیو غلط میه به خاطر که یکیش چی است؟ غلط است. پی یا کیو درست میه به خاطر که یکیش درست است دیگهش چی است؟ غلط است. خب حالی گوش کنین، منتفی پی و کیو درست است به خاطر که خودش چی است؟ غلط است. و منتفی پی یا کیو در حقیقت چی است؟ غلط است به خاطر که خودش چی بوده؟ درست بوده. شما زنده باشین شاگردای لایقم. موضوع دیگه که داریم، خب گفته دقت کنین شاگردان، گفته با تشکیل جدول صحت پی یا پی مشروط به کیو را شما نشان بتین که همیشه درست باشه. حالی ما و شما جدول در نظر میگیریم، شما دقت کنین. اگه ای پی باشه ایام کیو باشه و ایام پی مشروط کیو باشه و ایام اموتر پی و یا بله خیر بینید کیو باشه. حالی دقت کنین شاگردای لایق نازنینم، اگر پی درست است کیو هم چی است؟ درست است. خیر مشروط بودن از اینا هم درست است. خیر در نتیجه از کل ترکیبا یک نتیجه درست به دست میه. قبول؟ خب اگر پی درست باشه و کیو غلط باشه، خیرینی نتیجه هم چی میشه؟ غلط میشه. اما این نتیجه پس دوباره چی میاد؟ درست میاد، چون این برعکس میسازه قضیه را. اگر پی غلط باشه و کیو درست باشه، نتیجه چی میشه؟ درست میشه، چون مشروط به او درست است. خب و اینجا هم چی میشه؟ نتیجه درست. ولی اگر هم پی غلط باشه هم کیو صحیح، چون اینا دو غلط مشروط هم میشه درست و اینجا هم نتیجه چون برعکسش میشه درست است. درست؟ خب دوستای نازنینم، خودتانم یک دفعه به دقت باز ببینین، چون ما آخر درس به نظر به کمبود وقت به سرعت رفتیم. می بود یک منطق ریاضی که در صنف دا آورده بود، انشاءالله که یک چیز برداشت شده باشه. تا درس بعدی خداحافظ و مددگار.